اصبحنا و اصبح الملک لله رب العالمین. یعنی اصبحنا ما شب را صبح کردیم و شب را روز کردیم. و اصبح الملک لله رب العالمین، و شب را روز کرد. ملک از برای الله تبارک و تعالی، تمام ملک، تمام دنیا، تمام مخلوقات شب را روز کردن از برای الله تبارک و تعالی. اللهم اینی اسألک خیر هذا اليوم، یعنی ای بار الها، اینی اسألک، هر آینه من سوال میکنم از تو، هر آینه من طلب میکنم، درخواست میکنم از تو، خیر هذا اليومی، یعنی که خیری که در این روز است. این شب رو من روز کردم، هر خیری که در این روز است ای الله تبارک و تعالی، اون خیر من طلب میکنم از تو که برای من نصیب بگردان. فتحه و نصره و نوره و برکته و هداه. این اکنون توضیح همون خیری که در این روز است، یعنی خیری که در این روز است. اون خیرها چی است؟ فتحه، یعنی ظفر یافتن من بر بالای مقصدهایم، یعنی مرا به مقصدهایم در این روز برسان ای پروردگارا. فتحه یعنی ظفر یافتنی که به مقصدم و پیروز شدن و رسیدن به مقصدم در این روز که هست، ای الله مرا به مقصدم برسان. فتحه و نصره، و همچنین ای الله در این روز نصرت من که بالای دشمنانم هست، ای الله من را نصرت بده بالای دشمنانم. و نصره یعنی نصر و پیروزی که در این روز است بالای دشمنانم و بالای مخالفانم، ای الله تبارک و تعالی من را نصرت بده، من را پیروز بگردان. و نوره، ای الله نوری که در این روز است من نور از تو طلب میکنم. نوری که در این روز، یعنی اصلا میگن دنیا تاریک است، دنیایی که به یادی الله باشد، دنیایی که به ذکری الله هست، دنیایی که یاد در اون الله یاد نشود برای هر شخصیت، برای اون شخص اون روز تاریک است، اون روز ظلمت است، اون روز بسیار دهشت است. اما ای الله من نور این روز را طلب میکنم، روشنایی این روز را طلب میکنم که من را توفیق بده که یاد تو را بکنم. ای الله من را، ایمانم را قوی بگردانی که با یاد تو باشم. ای الله و نوره، یعنی نور این روز را که دنیا اصلا تاریک است به یاد الله، یعنی که یادت را ای الله برای من نصیب بگردان که یادت کنم. و برکته، و برکت این روز را من طلب دارم ای الله تبارک و تعالی. برکتی که در این روز است، یعنی که این روز اکنون من احتیاج به باد و هوا دارم، احتیاج به آب دارم، احتیاج به خوراک دارم، احتیاج به رزق دارم. ای الله تبارک و تعالی اون رزقی که برای من دادی اون را برکت شبتی اکنون. آن رزقی که در این روز برای من دادی، ای الله برکت اون رزق را برای من نصیب بگردان و برای من آسان بگردان که رزق امروزه و آینده ام را پیدا بکنم ای الله. و رزق اهل و بیت و زن و فرزند و آن کسانی که نفقه اونها بر بالای من است، ای الله برای من آسان بگردان که اونها را خورانده و رزقشون را براشون رسانده توانم. ای الله برای من آسان بگردان و برکت بده در آن روز رزقی که برام دادی. و هداه، یعنی هدایتی که در این روز است، راهنمایی و توفیقی که در این روز است، ای الله اون را برای من نصیب بگردان، من را هدایت کن، من را توفیق بده، ایمانم را کامل بگردان. ببین این فتحه و نصره و نوره و برکته و هداه همه اینا خیر هستند. وقتی میگیم اللهم این نسألک خیر هذا الیومی، یعنی ای بار الها هر آینه من سوال میکنم، درخواست میکنم از تو خیری که در این روز است، همه همین ها داخل می شود. اما اینها را ذکر کرد. این را در اصطلاح علمی میگویند که عطف خاص بر عام، عطف خاص بر عام. اول عام ذکر میکنیم همه خیر، بعد اکنون یک تا خاص ذکر میکنیم. فتح یعنی پیروزی و نصرت بر مقصودم، و نصر و پیروزی بر دشمنانم، و نوری که در این روز هست،
و برکت و هدایتی که در این روز است، اینا همه خیرای همین روز است. خب بعد از این میگه و اعوذ بک من شر ما فیه و شر ما بعده، یعنی و پناه طلب میکنم ای الله به تو از شری که در این روز است. من شر ما فیه یعنی از آن بدی هایی که در این روز است. ای الله تبارک و تعالی من پناه طلب میکنم به تو که من را از اون شر و بدی، از اون چیزهای ناپاک و ناشایسته دورم بگردانی ای الله. و شر ما بعده و همچنین ای الله طلب میکنم من به تو از بدی هایی که بعد از این روز است، یعنی روزهای آینده دم که هر بدی میشود، هر بدی هست. ای الله از همه اون بدی ها مرا حفظ کن، مرا نگاه بدار. من ای الله تو را حامی خود میگیرم که ای الله مرا حفظ کن و نگاه بدار، از بدی ها دورم بگردان. آمین یا رب العالمین. خب این هست ذکری معنای این ذکری سحر و بیگه. وقتی که شب رو موندیم اللهم این اصبحنا رو میگیم امسینا و امس الملک لله، یعنی بیگاه کردیم و بیگاه کرد ملک برای الله تبارک و تعالی. اللهم این اسالک خیر هذه اللیلتیش میگیم بعد، یعنی که این شب رو، خیری که در این شب است، فتحها و نصرها و نورها و برکتها و هداها، با این طور خونده می شود، زیرا اینکه لیله مؤنث که هست، فتحها گفته ضمیر آخرش را مؤنث میاریم. و اعوذ بک من شر ما فیها بعد میگیم در بدیهایی که در این شب است، و شر ما بعدها یعنی و بدیهایی که بعد از این شب هست. خب این هست مختصر ترجمه این دعای مبارکه. بارک الله فیک و سلامت و سربلند باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.